تمرین شما 191 ادامه تمرین 6 8 191 و 192 رو شروع کنیم. دو تا تمرین آخر 6 8 بعد وارد مقاله جدید میشیم. من نفس دارم تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. تا اینجای کتاب رو باید بتونید خیلی خوب خیلی عالی بدون اینکه وقتی داشته باشیم سرعتش مهم نیست، با سرعت پایین اجرا کنید و پیوستگی اجرا کنید و اینکه میتونید ریتم رو به دلخواه خودتون و سلیقه خودتون کنار همدیگه بذارید و یه ریتم خوب برای تک نوازی یا گروه نوازی داشته باشید. اگر هم که دوست داشتین کتاب رو تهیه کنید یا ویدیو رو داشته باشید میتونید با شما تلفنی که اول ویدیو هست تماس بگیرید. شماره 191 Tone, reels, back, tone, back, 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 reels, back, tone, back, back, tone, reels, back, tone, back, chat, back, back, chat, back, reels, back, tone, back, chat, back, tone, reels, back, tone, back, 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 reels, back, tone, back, back, tone, reels, back, tone, back, chat, reels, back, tone, back, chat, back. بعدش با 190 فقط دو تا نوت بک هست که عوض میشه و اگر ویدیو قبلی دیده باشین خیلی شبیه همون هست. تون ریز بک، تون بک بک، ریز بک، تون بک بک، تون ریز بک، تون بک چپ بک چپ بک، ریز بک، تون بک چپ بک. 1 2 3 4 5 6 این میزانش با میزان بعدی با تمرین قبلی فرق داره. تون ریز بک، تون بک بک، 1 2 3 4 5 6 Freeze.